آیا پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم درباره 6 روزی روزه ماه شوال چیزی گفتند یا مسلمانان می توانند که در این ماه به طور انتخابی این 6 روز را اختیاراً روزه گیرند؟ در مورد روزه ماه شوال بنا به حدیث که در صحیح مسلم جلد 2 کتاب روزه حدیث 2614 آمده است که پیامبر گفتند کسی که رمضان را روزه گیرد و آن را با 6 روز از شوال ادامه دهد، یعنی 6 روز دیگر در ماه شوال روزه گیرد، مانند روزه دهر است، گویا که 1 سال و یا 1 عمر روزه گرفته است. اصطلاح عربی دهر می تواند همزمان معنای تمام عمر، پیوسته و هم 1 سال را داشته باشد. پس اگر در ماه رمضان روزه گرفته باشید و با آن 6 روز روزه ماه شوال را علاوه کنید، این به مانند روزه داشتن در دوام 1 سال می شود. در مورد زمانی این روزه و یا در حال پس از رمضان روزه گرفتن به مورد است یا دیرتر، آیا در حال 6 روز پی هم روزه گرفتن لازم است و یا به طور اختیاری روزه گرفتن ممکن است؟ نظر علما در این مورد گوناگون است، اما طبق قاعده صحیح تا جایی که من میدانم، از بس که در هیچ جا ذکر نشده است که باید در حال و پیوسته 6 روز پی در پی روزه گرفت و یا ممکن است در هر کدام روزی که از ماه شوال شما میخواهید روزه بگیرید بعد از ماه رمضان، با استثنای حدیثی که در آن مسلمانان به شتاب کردن به کارهای خیر توصیه شدهاند. اگر به این منطق پیروی کنیم، پس هر قدر زودتر روزه گیریم بهتر است، یعنی با این ما شتابکاری خود را نسبت کار خیر ظاهر میکنیم. در مورد گرفتن روزه 6 روزه آیا پیوسته خوب است یا علاهیده، اینجا یگان فرقی نیست. برخی بر این ادعا میکنند که باید 6 روز پی در پی روزه گرفته شود، گرچند که در این هیچ ممنوعیتی نیست، اما این در حدیث صحیح نآمده است. می توانید پیوسته و یا علاهیده اختیاراً روزه گیرید، به شرطی که این 6 روز روزه را در ماه شوال گیرید. و نقطه سوم که در آن اختلافات وجود دارند، چون این روزه نفلی اختیاری است، بنابراین شما صبح همان روز می توانید که نیت بکنید و یا در هر وقت. برخی از علما بر این نظرند که این جایز نیست، باید شب پیش از روزه نیت کرد، زیرا این یک روزه مهم نفلی است. اما طبق احکام احادیث صحیح شما می توانید سحر از خواب برخیزید و نیت کنید، با شرطی که شما حالا چیزی خورده و یا ننوشیده باشید. این از 3 نقطه درباره اختلافات کوچک در مورد روزه داشتن در ماه شوال، ولی طبق منابع صحیح شما می توانید که در هر روز ماه شوال روزه بگیرید، در نیمه اول، در بین ماه و یا در آخر آن. می توانید پی در پی و یا در روزهای اختیاری روزه گیرید. شما می توانید که دیر نیت کنید، اما به شرط عملی را که روزه اتان را می شکند نکرده باشید. گذشته از این، هر سال روزه گرفتن شرط نیست. البته خوب است که شما روزه می گیرید، الحمدلله. گاه وقت روزه می دارید، گاه وقت نه. فرض کردیم شما روزه داشتن می خواهید، اما ماه شوال همگی 2 روز مانده است. این معنای آن را ندارد که شما روزه گرفتن نمی توانید. اگر در این 2 روز روزه داشته توانید، پس اجر و پاداش این روز را خواهید گرفت. مقصد اساسی حدیث این است که به ما توصیه داده شده است تا در ماه شوال پس از روزه ماه رمضان 6 روز روزه بگیریم و این هم برابر آن می شود که گویا 1 سال روزه داشته باشیم. دکتر زاکر، یک چیز دیگر در مسئله 6 روز روزه داشتن در ماه شوال، چرا پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم 6 روز را انتخاب کردند، نه اینکه مثلا 5 یا 7 یا 8 یا 9؟ برای آن پیامبر صلی الله علیه و سلم 6 روز را برای روزه داشتن انتخاب کردند که چون حدیث پره میگوید که اگر شما ماه رمضان را پره و 6 روز دیگر روزه گیرید، چنان است که گویا شما تمام سال روزه گرفته باشید. و یک حدیث دیگر میگوید یک عمل با 10 عمل ضرب زده می شود، 10 ثواب. پس اگر شما یک ماه رمضان روزه دارید، این به مانند آن است که شما 10 ماه روزه گرفته اید و اگر شما 6 روز دیگر روزه گیرید، 6 را به 10 ضرب زنیم 60 می شود، یعنی 2 ماه. پس 10 با اضافه 2 ماه 12 ماه می شود. این است منطق که ایشان 6 روز گفتند، تا اینکه اگر شما ماه رمضان و باز 6 روز دیگر را جمع کنید برابر 1 سال پره می شود.